سلام به شما. تا حالا شده فکر کنید که توی این تحقیقات علمی خیلی پیشرفته، مثلا همینایی که رو تک تک سلولهای بدن ما انجام میشه، یه خطاهایی باشه که اصلا به چشم نمیاد؟ خطاهای نامرئی که شاید بتونن نتایج رو کاملا عوض کنن. یه جورایی مسیر یه کشف علمی رو منحرف کنن حتی. امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع. یه بررسی عمیق میکنیم روی منابعی که شما لطف کردید و در اختیار ما گذاشتید. این منابع روی یه چالش خیلی کلیدی توی تحلیل داده‌های تک‌سلولی زوم کردن. اثرات دسته‌ای یا همون بچ افکتس. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، یعنی اون تفاوت‌های فنی ناخواسته که وقتی داده‌های چند تا آزمایش مختلف رو میذاریم کنار هم، یهو خودشون رو نشون میدن. مقایسه رو سخت میکنن. هدفمون چیه؟ اینکه بفهمیم این اثرات دسته‌ای دقیقاً چی هستن، چرا اصلا اینقدر مهمن و خب مهمتر از همه یه روش جدید به اسم GTE. این روش GTE که توی این منابع معرفی شده چطور میتونه به ما کمک کنه این خطاهای پنهون رو شناسایی کنیم و حتی اندازه‌گیری کنیم. خب بیاین شروع کنیم. هر کدوم رو جدا با جزئیات فوق‌العاده بررسی کنیم. این نگاه دقیق خب درهای کاملا جدیدی رو تو زیست شناسی باز کرده. اما چالش اصلی همونطور که گفتی دقیقاً وقتی شروع میشه که میخوایم نتایج آزمایش‌های مختلف رو که به هر کدوم میگیم یه دسته یا بچ با هم مقایسه کنیم. یا حتی بدتر بخوایم ادغامشون کنیم. اون تفاوت‌های فنی کوچیک بین دسته‌ها میتونن مثل یه نویز مزاحم عمل کنن. تحلیل رو واقعاً پیچیده میکنن. خب پس قدم اول خود این اثرات دسته‌ای چطور میشه ساده تر توضیحش داد؟ مثلا فرض کنید شما میخواین از یه منظره ثابت چند تا عکس بگیرین. یه بار با دوربین موبایل، ظهر، نور شدید، یه بار دیگه با یه دوربین حرفه‌ای تو هوای ابری. خب معلومه که عکس‌ها خیلی فرق میکنن، حتی اگه منظره همون باشه. اثرات دسته‌ای هم یه جورایی شبیه همینن. ممکنه آزمایشات تو روزهای مختلف انجام بشن یا مواد اولیه‌شون یه کوچولو فرق کنه یا حتی آدمای مختلفی انجامشون بدن. همین تفاوت‌های فنی ناخواسته باعث میشه نتایج دو تا دسته آزمایش با هم فرق کنه، حتی اگه نمونه‌های بیولوژیکی اولیه دقیقاً یکی باشن. کاملا درسته. و نکته‌ای که منابع شما روش خیلی تاکید دارن اینه که مشکل از این هم عمیق‌تره. ببینین خیلی از روش‌های قبلی سعی می‌کردن این تفاوت‌های کلی بین دسته‌ها رو یه جوری صاف کنن، اصلاح کنن. اما این منابع یه نکته کلیدی رو مطرح میکنن. این اثرات دسته‌ای فقط یه تأثیر کلی و یکسان روی همه چی ندارن، بلکه میتونن روی هر ژن به صورت جداگانه تأثیرات خیلی متفاوتی بذارن. جداگانه یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه ژن خاص مثلا به تغییر دما خیلی حساس باشه و بیانش یعنی فعالیتش توی یه دسته آزمایش کم بشه، ولی یه ژن دیگه اصلا عین خیالش نباشه. دقیقاً همینه. بعضی ژن‌ها به این تفاوت‌های فنی فوق‌العاده حساسن. بیانشون شدیداً بالا پایین میشه، در حالی که بقیه ژن‌ها انگار نه انگار مقاوم‌ترن. مشکل اینجاست که اگه ما این تفاوت حساسیت رو، اینکه هر ژنی داستان خودشو داره، نادیده بگیریم و فقط سعی کنیم کل داده‌ها رو با هم جور کنیم، یه جورایی میانگین بگیریم، ممکنه به نتایج اشتباه برسیم یا حداقل نتایجی که گمراه کنندن. اون وقت مقایسه دقیق داده‌ها بین دسته‌های مختلف تقریباً غیر ممکن میشه. خب این واقعا نگاه آدمو به مشکل عوض میکنه. پس به جای یه مشکل کلی و یک دست، با یه مشکل خیلی جزئی تر در سطح خود ژنا طرفیم. حالا راه حلی که توی این منابع پیشنهاد شده چیه؟ همون GTE که گفتی؟ بله، GTE مخفف Group Technical Effects هست، یعنی اثرات فنی گروهی. طبق توضیحات منابع، این یه معیار کمی جدیده که دقیقاً برای همین هدف طراحی شده که بتونه اثرات دسته‌ای رو برای هر ژن به صورت مجزا ارزیابی و اندازه‌گیری کنه. این واقعاً یه تغییر نگرش مهمه، میدونی؟ به جای اینکه فقط بپرسیم آیا این دو دسته آزمایش کلاً با هم فرق دارن؟ GTE به ما این قدرت رو میده که بپرسیم خب کدوم ژن‌ها بیشترین ضربه رو از تفاوت‌های فنی بین این دو دسته خوردن؟
آها، اینجا جاییه که واقعا جالب میشه، چون منابع میگن وقتی محققا اومدن از GTE استفاده کردن، یه کشف خیلی مهم کردن. فهمیدن که این اثرات دسته‌ای اصلا به طور مساوی روی همه ژن‌ها پخش نمیشن. انگار یه سری ژن خاص هستن که خیلی خیلی به این تغییرات فنی حساسن. به اصلی تقسیم کنن. گروه اول HBsGs هستن. مخفف Highly Batch Sensitive Genes، یعنی ژن‌های بسیار حساس به دسته. اینها ژن‌هایی هستند که بیانشون، فعالیتشون به شدت تحت تأثیر تفاوت‌های فنی بین دسته‌ها قرار می‌گیره. منابع تأکید می‌کنن که این ژن‌ها اغلب از یه مجموعه داده به یه مجموعه داده دیگه فرق می‌کنن، یعنی ثابت نیستن و در واقع مثل یه جور کانون بحران عمل می‌کنن برای ایجاد خطا یا همون اثر دسته‌ای. گروه دوم هم خب غیر HBsGs هستن. اینا پایداری بیشتری دارن و بیانشون کمتر تحت تأثیر تفاوت‌های فنی قرار می‌گیره. و نکته‌ای که واقعا برای من یعنی تکان دهنده بود توی این منابع، میگن فقط وجود فقط سه تا از این ژن‌های بسیار حساس HBGs کافیه تا یه اثر دسته‌ای قابل توجه، یعنی چیزی که بشه اندازه‌گیریش کرد، توی کل مجموعه داده ایجاد بشه. فقط 3 تا ژن. این یعنی چی؟ یعنی این چند تا ژن حساس میتونن کل تحلیل ما رو به هم بریزن اگه حواسمون بهشون نباشه؟ دقیقاً همینطوره. این یافته قدرت پنهان این ژن‌های حساس رو نشون میده و این یه سوال خیلی مهم رو پیش میکشه. شاید به جای اینکه سعی کنیم یه اصلاح کلی و یه جورایی کورکورانه روی کل داده ها انجام بدیم، استراتژی هوشمندانه تر این باشه که اول این ژن‌های خیلی حساس، همین HBG ها رو شناسایی کنیم و بعد ببینیم چطور باید باشون برخورد کرد. شاید لازم باشه توی تحلیل ها بهشون وزن کمتری بدیم یا حتی در بعضی موارد، البته با احتیاط کامل، کنارشون بذاریم. پس این یعنی GTE نه فقط مشکل رو در سطح ژن نشون میده، بلکه کمک میکنه انگشت بذاریم روی مقصرهای اصلی، یعنی همین HBG ها. حالا این GTE مزایای دیگه‌ای هم داره؟ چیزی تو منابع گفته شده؟ بله، چند تا نکته مهم دیگه هم هست. یکی این که GTE فقط روی ژن‌ها تمرکز نمی‌کنه، بلکه میتونه اثرات دسته‌ای رو در سطح کلی سلول‌ها هم اندازه‌گیری کنه و اتفاقاً منابع نشون میدن که توی این کار، یعنی اندازه‌گیری در سطح سلول، حتی از بعضی روش‌های قبلی هم بهتر عمل می‌کنه. پس یه ابزار سنجش جامع‌تر به حساب میاد. این خیلی خوبه. جامع بودن مهمه. نکته دیگه‌ای هم بود؟ آره، یه مشاهده خیلی جالب و به نظرم کاربردی دیگه‌ای که توی منابع ذکر شده اینه. به نظر میرسه سلول هایی که از نظر بیولوژیکی شبیه هم هستن، مثلا همشون سلول های نوع خاصی از سیستم ایمنی بدن هستن. این سلول های مشابه تمایل دارن که اثرات دسته‌ای مشابهی رو هم تجربه کنن. یعنی الگوی خطای فنی برای سلول های مشابه معمولاً یکسان‌تره. عجب. خب این چه کمکی میتونه بکنه؟ چه فایده‌ای داره؟ ببین، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این مشاهده میتونه یک کلید مهم باشه برای چی؟ برای توسعه روش‌های بهتر و هوشمندانه‌تر برای ادغام داده‌ها از دسته‌های مختلف. فرض کن شما داده‌های 2 تا آزمایش جداگانه رو دارید. اگه بدونیم سلول‌های نوع X توی هر دو آزمایش احتمالاً خطای مشابهی رو تجربه کردن، میتونیم از این اطلاعات استفاده کنیم تا این دو مجموعه داده رو با دقت بیشتری با هم ترکیب کنیم. یه تصویر کاملتر و قابل اعتمادتر بسازیم. این برای شما که دنبال دانش دقیق و تحلیل‌های قابل اعتماد هستید، خب خبر خیلی خوبیه، چون راه رو برای کنار هم گذاشتن نتایج مطالعات مختلف هموارتر میکنه. پیشرفت علمی سریعتر میشه. و یه نکته دیگه‌ای هم بود در مورد انعطاف پذیری GTE. یادمه، درسته؟ بله درسته. منابع اشاره میکنن که GTE فقط برای داده‌های بیان ژن نیست، یعنی اونایی که با RNA سر و کار دارن. میشه ازش برای انواع دیگه‌ای از داده‌های تک‌سلولی اومیکس هم استفاده کرد. اومیکس یه اصطلاح کلیه برای مطالعه جامع مجموعه‌های مولکولی توی سلول.
مثل ژنومیکس که همه ژن‌ها رو مطالعه میکنه یا پروتئومیکس که همه پروتئین‌ها رو. مثلا میشه GTE رو روی داده‌های پروتئومیکس تک‌سلولی یا داده‌های مربوط به ساختار کروماتین، همون ماده‌ای که DNA رو تو سلول بسته‌بندی میکنه، هم به کار برد. این قابلیت تعمیم پذیری خب ارزشش رو خیلی بیشتر میکنه. خب حالا میرسیم به بخشی از منابع که یه ارتباط جالب برقرار میکنه. تأکید اصلی این بخش تا جایی که من فهمیدم روی اینه که چقدر سنجش دقیق این خطاهای فنی، همون کاری که GTE سعی میکنه انجام بده، برای رسیدن به نتایج علمی معتبر و قابل اتکا حیاتیه. درسته. و جالبه که خود منابع این نیاز به دقت در سنجش رو مستقیماً به نیاز به دقت در ابزارهای دیگه، خصوصاً تو حوزه دستکاری ژنتیکی پیوند میزنن. به طور مشخص از ابزار ویرایش ژن کریسپر یا CRISPR اسم برده میشه. شاید اسمش رو شنیده باشید شما. یه فناوری نسبتاً جدیده که مثل یه قیچی مولکولی خیلی خیلی دقیق برای ویرایش DNA عمل میکنه. کریسپر. چطور این دوتا به هم ربط پیدا میکنن؟ یعنی سنجش خطا با GDTE و ویرایش ژن با کریسپر. ببینید، منطق منابع اینه. اگه شما با استفاده از GTE یه سری ژن خیلی حساس HBG رو شناسایی کردید که فکر میکنید دارن نتایج شما رو تحت تأثیر قرار میدن، شاید لازم باشه تو قدم بعدی عملکرد دقیق این ژن‌ها رو بیشتر بررسی کنید یا حتی تایید کنید که واقعا نقش دارن. یا مثلا فرض کنید یه جهش توی یکی از این ژن‌های HBG هست که فکر میکنید مهمه. شاید بخواید با استفاده از ابزاری مثل کریسپر اون جهش رو اصلاح کنید و ببینید چه تأثیری روی سلول میذاره. پس منبع اینطور استدلال میکنه که دقت در شناسایی مشکل، مثلا با GTE، و دقت در ابزارهای تایید یا مداخله مثل کریسپر، اینا دست در دست هم دارن، مثل دوروی یک سکن. البته اینجا خیلی مهمه که دوباره تأکید کنیم این صرفاً گزارشی هست از محتوای منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید. اینکه این پیوند رو بین سنجش خطا و ابزارهای ویرایش ژن برقرار کرده، این به هیچ وجه نظر یا توصیه ما نیست. هدف ما فقط اینه که ایده هایی که تو این منابع مطرح شده رو به طور دقیق برای شما بازخواب بدیم. دقیقاً. کاملاً درسته. ما اینجا فقط داریم محتوای این منابع رو تحلیل و بررسی می‌کنیم. این بخش از منبع هم صرفاً داره اهمیت دقت رو در کل چرخه تحقیق برجسته می‌کنه. از تحلیل داده گرفته تا ابزارهای آزمایشگاهی مثل کریسپر. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع از نکات کلیدی این بررسی برای شما داشته باشیم، اول اثرات دستی چالش واقعی و پنهان توی تحقیقات تک‌سلولی هستن، میتونن نتایج رو به شدت مخدوش کنن. دوم، روش جدیدی به اسم GTE معرفی شده که نه فقط وجود این اثرات بلکه میزان تأثیرشون رو روی تک تک ژن‌ها اندازه‌گیری میکنه. این خیلی مهمه. و سوم، اون کشف خیلی مهم، بار اصلی این خطاها انگار روی دوش تعداد کمی از ژن‌های بسیار حساس به نام HBGs هست، تا حدی که فقط چند تا از این ژن‌ها میتونن کل آنالیز رو تحت تاثیر قرار بدن. خب همه اینها چه معنایی داره برای شما؟ به نظر من معنیش اینه که با ابزارهای دقیق تری مثل GTE میتونیم این دشمن پنهان یعنی خطاهای فنی رو بهتر بشناسیم و خب بهتر کنترل کنیم. این یعنی یک قدم بزرگ به سمت علمی که قابل اعتمادتر باشه و درک عمیق‌تر تو حوزه فوق‌العاده مهم زیست شناسی تک‌سلولی. و شاید بشه یه نگاه یک کم فراتر هم داشت. این داستان GTO HBGS یه جورایی به ما یادآوری میکنه که چقدر مهمه توی تحلیل داده‌های پیچیده. و این فقط تو زیست شناسی نیستا، تو خیلی از حوزه‌های دیگه هم همینه. چقدر مهمه که به جزئیات فنی و روش شناختی توجه کنیم. گاهی وقتا تفاوت‌های کوچیک تو نحوه جمع‌آوری یا پردازش داده‌ها میتونه مثل یه دومینو تأثیرات خیلی بزرگی روی نتیجه نهایی بذاره. و نکته کلیدی تر، توانایی شناسایی منبع اصلی خطا، مثل همین پیدا کردن ژن‌های HBG، اینجا اغلب خیلی قدرتمندتر از اینه که سعی کنیم یه راه حل کلی و یک نواخت برای کل سیستم پیدا کنیم. فهمیدن ریشه مشکل به نظر من کلید حل هوشمندانه اونه. و به عنوان نکته آخر یه سوال میخوام مطرح کنم برای اینکه شما کمی بیشتر در موردش فکر کنید.
سوالی که از دل این بحث بیرون میاد اما شاید یکم فراتر از خود منابع باشه. آیا میتونید به حوزه‌های دیگه‌ای فکر کنید؟ مثلا توی اقتصاد، مهندسی، علوم اجتماعی یا حتی تحلیل رفتار مشتری، حوزه‌هایی که اونجا هم ممکنه یه سری متغیرهای پنهان یا نقاط حساس شبیه همین ژن‌های HPG وجود داشته باشن. یعنی عواملی که شاید تفاوت‌های روش شناختی یا فنی کوچیکی در موردشون وجود داره، اما میتونن به طور نامتناسبی نتایج کلی، پیش‌بینی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن. فکر میکنید پیدا کردن این نقاط حساس توی اون حوزه ها چقدر میتونه درک ما رو متحول کنه؟ سوال خیلی جالبیه. واقعا جای فکر داره. شناسایی این اهرم‌های پنهان، چه تو سلول‌ها باشن، چه تو سیستم‌های دیگه، میتونه واقعا دیدگاه ما رو نسبت به خیلی چیزا تغییر بده.